خب ما تا اینجا اومدیم و یه سری نکات تجاری و تجربی هم یاد گرفتیم که آقا چجوری یه بور یا میکرو رو انتخاب کنیم برای نیازمون و کارمون. اما حالا سوال اینه چه چیزایی از هر میکرو رو باید بدونیم؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. متاسفانه خیلی وقت نمیدونیم و بعد مشکل پیدا میکنیم. مثلا این چیزی که نمیدونیم برای مثلا AVR اینه که این میکرو یه دونه دماسنج داخلی داره که میشه باهاش استفاده کرد یه کار جالبی انجام داد. مثلا امنیت دستگاه برد بالا که دستگاه نسوزه به این راحتی. خب این چه چیزهایی که از هر میکرو باید بدونیم؟ کجا باید بدونیم؟ از دیتا شیتشون. اصولا میکروهای مختلف دیتا شیت های مشخصی دارن. مثلا الان این دیتا شیت اتمگا 328 و 452 صفحه هست. چیزی که شما باید از میکرو بدونید بحث این فیوچراست، بحث اینه که کار رایش چجوریه، سازوکارش چجوریه. ما تو دوره شماتیک توی دوره دیتا شیت خانی 4 جلسه فقط سر این میکرو وقت گذاشتیم تا بتونیم نکات اصلش استخراج کنیم، توضیح بدیم که دانش آموزمون، دانشجومون، هنرجومون، دوستمون بعداً دچار مشکل نشه. بعد حتی مثلا نگاه بکنید شما به زمانی میخواید بحث گارانتی طول عمر دستگاه رو مطرح بکنید. اینجا مثلا گفته آقا اگه دمای کاری چجوری باشه شما مثلا تا چقدر میتونید حساب بکنی که این کار میکنه. مثلا تو دما 85 درجه این 20 سال کار میکنه، تو 25 این تا 100 سال هم میتونه بره و کار کنه. بعد بحث پین آتاشونه که همون پین کانفیگوریشنه. اینجا توضیح هر پینو گفته. مثلا شما ممکنه بگی آقا این ایکس سال چیه، بخونی متوجه میشی. این میشه اون چیزایی که شما باید از یه میکرو بدونید. شما زیر و بم یه میکرو رو باید اینجا یاد بگیرید و اگر یاد گرفتید هنر کرد. در غیر این صورت بعدا مشکل پیدا میکنید. پس یه بار بعد وقت بذارید و این دیتا شیتش کامل بخونید. حالا کامل که میگم یعنی چی؟ یعنی تیترهای اصلی ها ببینید اصلا چجوری ساز کارش که تو ذهنتون بشینه. یه راه دیگه هم اینه، برای اتمگا 328 میتونید اینجوری سرچ کنید. چون اتمگا 328 یه دیتا شیت خیلی خلاصه دیگه هم داره که تقریبا 20 خورده ای صفحه هست و با اون میتونین استفاده کنین. حالا من چون فیلتر شکن ندارم و بچه خیلی خوبی هستم نمیتونم بازش بکنم. شما که خیلی بچه خوب تری هستین قطعا فیلتر شکن دارین، یعنی 26 صفحه است. اینا شما باید کامل بلد باشید. چیزیه که خیلی مهمه و کاربردیه. حالا میگم اینم براتون توی کانالم بذارن. این 26 صفحه دیگه عملا اصل داستان شماست که باید دیگه بلد باشید از دیتا شیت میکروی AVR ما. مثلا این قسمت رو نگاه بکنید. اینه مثلا اطلاعاتیه که برای بحث طراحی بعداً PC بتون مهم میشه و باید انجام بدید. این قسمت های آخرم که بحث حالا اون ورژن هست که هر ورژن چه چیزی اضافه شده و تغییر کرد. یعنی عملا حالا این چند صفحه آخر هیچ. عملا 20 صفحه شه باید شما بشینید وقت بذارید کامل یاد بگیرید. این پینا رو باید خوب بلد باشید هر کدومش چه کار انجام میده. پس چه چیزایی از میکرو رو باید بلد باشیم؟ خیلی خلاصش دیتا شیتشو، هر پین چقدر خروجی میده، سازوکار برنامه نویسیش چجوریه، اون دماش به چه صورتی، دما کاریش چجوریه، تو چه دمای عمر مفیدش چقدره و این اطلاعات رو باید داشته باشید. من به شما توصیه میکنم شما باید دیتا شیت اتمگا 328 و ESP 866 رو کامل بلد باشید. یعنی کامل مسلط باید شما بلد باشید اینا رو تا بتونیم یه کار خیلی خوبی انجام بدیم.